در اساس مراجعت شهروندان از جانب کارمندان میلیسیای شهر دوشنبه، شهروند سفرخ نوریدین سال تولدش 1981 استقامت کننده نویه رودکی دهه بوریابوف برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و در نیمه شب خللدار ساختن آرامی شهروندان دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نام برده در نقطه تعمیر نقلیات واقع در کوچه باربد نویه فردوسی شهر دوشنبه باعث رنگ و بارچه واسطه‌های نقلیات کار و فعالیت نموده، ضمن انجام کارهای تعمیر نقلیات پیوسته ریچه کاری را ویران و تا نیمه شب فعالیت میکرده است. چنان از نوارهای ارسال نموده شهروندان دیده می شود صدای بلند گوشخراش دستگاه‌های استخوانه ضمن استفاده بری آرامی شبانه ساکنان بناهای اطراف را خللدار ساخته باعث ناراحتی و ایراد شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به سفرخ نوریدین پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده، در اساس قرار سود نسبتش جزا در نمود جریمه مأموری تطبیق کرده شد. همزمان جهت من بعد به چنین حقوق ویرانکنی دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شد.